آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی خلاصه میکنیم. امروز 13 ینور است. درود بیننده عزیز، من مومین احمدی با شما هستم. سرخط خبرها. یکی از دادرس‌های دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان روز 13 ینور از آشیانه نهم بینای در شهر دوشنبه افتاده جان داده است. تفصیلات زنازنی خونین در شهر کولاب که در آن یک رزمیکار جوان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و در ادامه چی طور و چرا لختک بربی در خود مانده ساختند. امیدوارم که کودکان بیخبر از اوتیسم اکنون در این باره آگاهی بیشتر خواهند یافت. برنامه را با خبری آغاز میکنیم که به تازگی از دوشنبه دسترسی رادیو آزادی شده است. جمشید زاده، یکی از دادرس‌های دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان روز 13 ینور از آشیانه نهم بینای در شهر دوشنبه افتاده جان داده است. خبرنگاران رادیو آزادی که به محل حادثه در محله گلستان و یا معروف به سیرک رفتند، شاهد مردم زیادی در نزد بینای بلند آشیانه شدند. چندی از حاضران در این محل و رادیو آزادی گفتند که جمشید زاده قبل از نصف روزی از خانه‌اش از طبقه نهم بینا افتاده جان داد. مصاحبان رادیو آزادی گفتند انیق نمی‌دانند که دادرس تصادفاً افتاده است یا خود را پرتافته است. یک مأمور میلیسا در جای حادثه نیز افتادن دادرس را تصدیق کرد ولی شرحی بیشتر نداد. او گفت تفتیش حادثه ادامه دارد و جزئیات را بعداً معلوم خواهند کرد. و خبرنگاران رادیو آزادی اجازه ندادند که وارد خانه شوند. جمشید زاده را سال 2019 با پیشنهاد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دادرس سودی کنستیتوسیونی بالاترین دادگاه انتخاب کردند. دادرس 52 ساله زاده دهه شاد ناحیه رشتقلعه بوده، سالها در مؤسسه‌های علمی و پژوهشی تاجیکستان کار کرده است. و مقامات تفتیشاتی در کولاب سلیمان آدینایف ساکن 19 ساله این شهر را در حمله به محمد علی سعداللهیف رزمیکار و 2 تن از همراهانش عیبدار دانستند. ضد آدینایف بر اساس 2 بند کودکس جنایتی، رساندن ضرر وزنین به سلامتی که باعث هلاکت انسان می شود و اوباشی پرونده باز شده است. در صورت اثبات شدن عیبنامه به آدینایف از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. در زنازنی گروهی شب 11 ینور در شهر کولاب که از کارت استفاده شده است، یک رزمیکار کشته و 2 تن زخمی شدند. خبرنگاران رادیو آزادی جزئیات بیشتر این حادثه را پیدا کردند که آن را همکارم طاهر سفر خلاصه میکند. در خبرهای ورزشی از این رزمیکار محمد علی سعداللهیف نام بردند و سال تولدش را 2010 ذکر کردند، ولی همکاران ما با سندهای رسمی شناس شدند که آنجا نسب این جوان ایسوفوف و سال تولدش 2007 است. هنوز دقیق نیست این تفاوت در سن و سال و نسب از کجا منشأ میگیرد. همصحبتان خبرنگاران رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی و ساکنان محله شمس‌الدین شاهینی کولاب که این جوان را میشناسند نقل کردند که بحث برای یک تلفن موبیلی سر شده است و گفته آنها گویا محمد علی سعداللهیف یا همون ایسوفوف تلفن سلیمان آدینایف را با بهانه صحبت با کسی گرفته برنگردانده است. تفتیشات فرضیه نهایی در مورد زنازنی را خلاصه نکرده است، ولی با گفته فریضه یک تن از نزدیکان آدینایف گویا رزمیکار با دوستانش او را اذیت دادند و آدینایف مجبور شده است که خود را با کارت حفظ کند. نزدیکان محمد علی گفتند که به این باور ندارند چون او یک جوان بی‌آزار بود. منابع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفتند زنازنی در مرکز بازی‌های کامپیوتری آغاز نشده است، بلکه یکی از جوانان پس از آغاز زنازنی به این مرکز پناه برده است و مناقشه در مرکز ادامه کرده است. در نوار دوربین‌های نظارتی دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود که یک جوان تلاش دارد وارد مرکز بازی‌های کامپیوتری شود، ولی کسی دیگری او را با مشت و لگد میزند. در نوار دیگر دیده می شود که 6 نفر وارد مرکز شدند و اینجا یک ظاهرا با کارت به 3 نفر حمله می کند. یکی از صاحبان مرکز که نخواست نامش را ببریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که به درشان مهر زدند و کارشان را قطع کردند، ولی این جوانان مشتری آنها هم نبودند و تصادفاً یکی از آنها هنگام فرار و بینای مرکزی آنها پناه برده است. پیش از آغاز برنامه همچنین از همکارم طاهر سفر پرسیدم که از وضع آنهایی که زخمی شدند چه خبر است؟
بر اساس اطلاعات دریافتی سلیمان لینف به 3 نفر کار زده است. در نوارهای دوربین‌های نظارتی دیده می شود که پس از حمله محمد علی قلبش را با دست می دارد و از بینای مرکز بیرون می شود. با گفته شاهدان و تقریبا 200 متر پایین‌تر رفته بعداً افتاده است. او را به بیمارستان بردند و پس از ساعت جان داده است. 2 همراه او، یکی از شکم و دیگری از گردن زخم برداشتند و در شفاخانه بستری هستند. پزشکان وضع سلامتی آنها را میانه نامیده گفتند که جانشان در خطر نیست. محمد علی سعداللهف یا ایسوف ورزشکار نوعی محاربه های آمیخته بوده. در 3 سال اخیر در چند مسابقه در داخل و خارج تاجیکستان جای اول را گرفته است. فدراسیون رزمیکاران تاجیک در یک بیانیه رسمی مرگ او را پیامدی کارکشی وحشیانه گفته او را قهرمان تربیتگری بسیاری از ورزشکاران جوان نامیده است. سپاس از همکارم طاهری سفر که در باره مناقشه گروهی در شهر کلوب که در آن یک رزمیکار کشته و 2 تن از همراهانش زخمی شدند تفصیلات داد. یک تهدید ولادیمیر سلاویوف مبلغ کرمل که از روسیه دعوت میکرد که به کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان حمله کند باعث واکنش زیادی شده است. مقامات رسمی تاجیکستان تاکنون هیچ واکنشی به این گفته‌ها نکردند. همکارم ارشاد سلیمانی از شارحان پرسید که این دعوت مبلغ روس چی معنا دارد؟ مقامات تاجیکستان تاکنون در رابطه به اظهارات مبلغ کرمل ولادیمیر سلاویوف که از طریق تلویزیون دولتی روسیه گفت کشورش باید برای منفعت‌های خود به ارمنستان و کشورهای آسیای مرکزی لشکر بکشد واکنش نکردند. اما سخنان این مداح پوتین در شبکه‌های اجتماعی و بین کارشناسان بحث‌های داغ را به وجود آورد. شیرعلی رضاییان کارشناس روابط بین الملل این را مناسبت گستاخانه و ترکتازی علیه صاحب اختیاری کشورهای آسیای مرکزی می‌داند و می‌گوید که در هیچ جای دیگری دنیا چنین مناسبت با همپیمان و کشورهایی که در تعداد زیادی سازمان‌های بین المللی زیر چتر مسکو حضور دارند دیده نمی‌شود. صدا دادن این رسالات هیچ زمینه‌ای واقعی در کشورهای آسیای مرکزی به نظر نمی‌رسد. برای چی؟ برای آنکه در این 4 سالی که روسیه با اوکراین جنگ می‌کند کشورهای آسیای مرکزی با تمامی مسئولیت و نمایش گذاشتند که آنها شریکان نزدیکترین این کشور هستند و دید و بازدید و همکاری‌های بسیار سطحی بلند را با مسکو قطع نکردند. برعکس ما در 4 سال اخیر می‌بینیم که تجارت این کشورها با روسیه خیلی بالا. اما محمد شمس‌الدینوف تحلیلگر سیاست بین المللی میگوید چنین اظهارات باید جدی گرفته شود و بر این است که در سیاست خارجی روسیه حوزه مهمترین نفوذ کشورهای پسا شوروی اند و برای کاملا صاحبی کردن آن گزینه نظامی نیز یکی از راه است. استفاده نیروی نظامی در آسیای مرکزی را نباید استثنا دانست، خصوصا در این بافتار که چنین مداخله‌ها بودند از جمله سال 2008 در گرجستان و بعداً در اوکراین. و سلاویوف بسیار دقیق معلوم کرد که چه عامل میتواند دلیل استفاده نیروی نظامی در آسیای مرکزی شود. او گفت که وجود حکومتی‌های ضد روسی در فضای پسا شوروی با شمول آسیای مرکزی و منفعت ما نیست. با این ترتیب می شود گفت که دلیل استفاده نیروی نظامی در آسیای مرکزی میتواند وفادار نبودن به مسکو باشد. از نگاه این تحلیلگر این گونه اظهار نظرها در روسیه پس از اینکه کشورهای آسیای مرکزی سیاست مستقل‌تری خارجی خود را با اتحاد اروپا، ایمیه و کشورهای دیگری مخالف روسیه به راه ماندند زیاد شده ایستاده است. اما خورسند خراموف تحلیلگر سیاسی میگوید که در پس منظر ضعیف شدن نظام حقوق بین الملل پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 و به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا تبلیغگران به روایت سازی ها آغاز کردند. نظر چنین میرسد که این تبلیغاتگران از ضعیفی حقوق بین الملل استفاده برده با روایت سازی های اصل 20 گذاشتند که طبق این روایت ها آسیای مرکزی خودش یک حدود زیر نفوذ روسیه حساب می شود و اگر این روند ادامه کند به فکر من شاید روسیه خودش یکی از خطرهای اساسی برای این منطقه در دراز مدت تبدیل بیابد. تاکنون از میان کشورهایی که مبلغ روس راه اندازی عملیات مخصوص نظامی در آنها را از احتمال دور نمیداند، تنها ارمنستان واکنش رسمی کرده به سفیر روسیه در یریون نوت اعتراضی سپرده است
کشورهای آسیای مرکزی هرچند واکنشی رسمی نکردند، اما کارشناسان میگویند کشورهای منطقه باید پاسخ جدی داشته باشند. که مشکل را در جای خالی میسازند یا در درون کاسه طوفانی را به وجود میآورند، این بسیار معناهای زیاد دارد. اینو بر همین به نظر داشت این که این از یک تبلیغگری نامش سیاه است به اصطلاح جدی گرفتن شاید ضرور نباشد. حکومت‌های منطقه باید با این چیز خیلی برخورد جدی نشان دهند و از طرف دیگر همگرایی منطقوی باید وسعت پیدا کند و کشورهای منطقه نباید که از یک قطب یا که از یک کشور پر وابسته باشند. Я думаю, что это надо воспринять именно серьезно. واکنش کشورهای آسیای مرکزی باید پاسخ موافق و حتما باید نوتای رسمی اعتراضی باشد. ولادیمیر سلاویاف در این برنامه تلویزیونی همچنین گفته که منطقه نفوذ از حقوق بین الملل بالا می ایستد. این حرفهای ولادیمیر سلاویاف مبلغ روز در پس منظر حادثه های ونزوئلا، عملیات ایالات متحده آمریکا ضد نیکولاس مادورو و واکنش وزارت کارهای خارجی روسیه صدا داد. روزهای اخیر مبلغان کرمل درباره حوزه نفوذ ابرقدرت‌ها بیشتر حرف میزنند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شرکت بازیسازی آمریکایی متل اولین لختک بربی را برای کودکان در خود مانده یا گرفتاری اوتیسم ایجاد نمود. معرفی اولین لختک روز 12 ینور برگزار شد و الکی با استقبال برخی چنین کودکان هم روبرو شد. این چه لختک است و چه خصوصیت‌هایی دارد و آیا در تاجیکستان کودکان در خود مانده با این گونه بازی‌ها سرگرم هستند؟ از گزارش همکارم براد یوسفی می‌بینیم. چقدر زیبا است. اولین بار دیدن یک بربی در خود مانده حالت خیلی خوب و پر احساس دارد. این چیزهایی که در دستش دارد شاید داشتن آنها برای من ناخوشایند است، ولی خوب است که لختک را با همین چیزها ساختند. این نخستین بربی در خود مانده است که از طرف شرکت متل در همکاری با یک سازمان محقق این موضوع ایجاد شده است. لختک معروف این نوبت با نظرداشت خصوصیت‌های کودکانی ساخته شده است که تفاوت‌های عصبی دارند. مثلا با قیره چشم نگاه می‌کنند، گوشه دارند که غوغای بیرونه را پخش می‌کند و یا برای مباشرت از پلانشت استفاده می‌کنند. بربی نو رفتار و حرکت‌هایی می‌کنند که خاصی کودکانی در خود مانده است. امیدوارم که کودکان بیخبر از اوتیسم اکنون در این باره آگاهی بیشتر خواهند یافت و درک میکنند که یک همسنفی یا دوستشان اطراف را یک کم دیگرگونه تر از آنها قبول میکند و بربی هم به آنها آموزش میدهد که این یک حالت عادی است و جای شرم ندارد. خوب است که یک بربی زمانوی ساخته شد و کودکان هم با یک لختک مخصوص بازی کرده میتوانند. در تاجیکستان هم صدها کودک در خود مانده به سر میبرد و سازمان اراده برای تعلیم و رشد آنها یاری میرساند. فضلی نصرالدینوف پدر کمال یک طفل در خود مانده هم پرسیدیم که در مشغولیت‌های این سازمان آیا از چه بازیچه‌های استفاده میکنند. بازیچه‌های مخصوص نیستند، بازیچه مقرری میباشند. در تشکیلات جمعیت اراده با بازیچه‌های مقرری بازی‌های مخصوص میگذرانند که آنها با رونق معاشرت و پیدا کردن یگان ملکه روانه شدند. چرا بازیچه‌های مقرری؟ با آن خاطر که پدر و مادران توانند در خانه نیز این بازی‌ها را تکرار کنند، دوام دهند. اگر خاطرتان باشد تخمین 10-15 سال پیش بازیچه‌های پیدا شدند که دارای معلولیت جسمانی بودند. یک دستشان نبود، یک پایشان نبود یا شاید یک چشمشان نبود. مؤلفان بربی که اولین لختک را 67 سال پیش ایجاد کردند، در سالهای پیش این چنین نمونه‌های بربی نابینا، بربی گرفتار سندروم داون و هم بربی با دیابت نوع یکم قند را استحصال کردند. برنامه اینجا به پایان رسید. شما خبرهای نو را از سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک و ایکس پیدا کنید.